سلام بچه ها، ما امروز اومدیم توی این بازی. هدفمون توی این بازی اینه که توی استینکیمان هدفمون تو بازی استینکیمان پارتی اینه که همه اینا رو بازی کنیم و توش ادونچر بریم و تورنمنت که کلی حال قراره بکنیم بچه ها. و سبزه رو و زرده رو بکشیم. بچه وقتی کشتیمش از بازی ها میریم بیرون. خب از این بازی رو هست. خب 2 نفری بریم بریم. حاجی کونو انتخاب کنیم. خب حرکت سبزه رو باباش آبچی کجایی؟ انجام وای سفیده؟ اوه داشت حاجی من بردم. بچه ها برنده شد. دوباره اشتباه شد، ببخشید. میریم اینجا. بعد میریم بازی دوم حاجی. عاشق این بازی هم. برو بریم. مثل اطلاعتون من چیزم. من رنگم. من بردم. چطور کباب من خوردم. رنگ دادا شما قرمزه و رنگ من سبز. حاجی تانک بچه ها رنگ من آبیه، رنگ داداشم قرمزه. ببینیم این چی؟ اوه این خوبه بریم بازی. حاجی سلام. من میرم اینو میکشم. من دارم بگیر. کویستمش. اینجا نمیشه باش. این چیه دیگه؟ این زنده شدن دست داشت. بابا من نمیدونم اینجا هم تیمی؟ نه زندهش. من گیت شدم. بریم بیرون. من میریم یه قسمت دیگه شو انتخاب کنیم بچه ها. خب یه عالمه قسمت داره بچه ها. نظر من بریم اینجا قسمت درخت تو دلم بودا. بریم اینجا رو بکشیم. داداشت وزش توپه. هلیکوپتر وقت کن دیگه، داریم فیلم میگیرم. باشه سلام برنده شدم بچه ها. وقت باشه که آفرین ببین داداشم قرمزه، شما منم که آقای آرمون هستم. آبی هستم. آبتین. خب بعد الان بریم ریس کنیم. وای از این بازی من ازش خوشم میاد. خب باش بریم. کلاسیک. این خوبه. کلاسیک بدنزان. اینه؟ آها بریم. تو پرو. ای بعد عقب‌ترم. برو کنار. ای من میرم جلو. حاجی این پول داشت. من گیج شدم. وای کمک. آها برو کنار. یه بار کنار. تو باید کنار داشت. من زدی کنار. من پلیسم. هلیکوپتر. من مردم. تموم شد. داداش چطوری مردی؟ نه مرد. خب داداش چطوری مردی؟ خب مردم دیگه. خب چطوری؟ یه جوری نمیدونم چطوری. داداش تو من مردم. با هم حاجی فقط اینو موندن. باشه تماشا کنیم. بچه ها ببینین کدوم برنده میشن، زرد یا سبز. ما که باختیم. تو دیگه زرده. خب بچه ها بریم سراغ فوتبال. عاشقشم. من از فوتبال بدم میاد بچه ها. صاحب کانال از فوتبال بدی شده. داداش چند کرد این داداش. این ای لعنتی چرا اینو انتخاب کردی؟ من نمیشه بزد. میشه داداش رنگ خودت خواهد بزن. نه باید رنگ بقیه بزنی. رنگ خودم بزنم مردم. رنگ آبی میزن داداش. منو میزنی؟ منم تو رو میخوام بزنم. پس این توری باکی یک امتیاز منفی. شوخی کردم. یه امتیاز منم منفی دارم داداش. من منفی نیوردم. آجی من نمیتونم کسی رو بزنم. لامصب بگیر. نشد. من میکروفون رو غیر فعال میکنم.
بچه‌ها ما ببینید الان ما باختیم و سبزی برنده شد. بعدش ببینید خیلی نه اصلا نمیدونم بازی ببین نباید بذاری امتیاز رو تموم شه فهمیدی؟ باشه هلیکوپتر شما باید نبودید مسئولیت بازی ای بابا 2 تا جون منم 2 تا مطمئنم. وای منم 2 تا داداش نه یک لایک به افتخار ما بزنی به افتخار ما بدبختا بزنی داداش. بابا من باختم بازش توپه هلیکوپتر من آبی بودم و شکست خوردم. تو زندگی نباید شکست خورد حاجی. این یک درس از علومه. بچه‌ها مسخره بازی ای خدا پلیر 4 ازوینه. یعنی من ببینمش بازی بعدی میکشمش. بازی بعدیمون قرار این بود بازی این بازی قبلمون این بود. خب سرکن چی بود من نفهمیدم. بابا همون توپه بود. راست میگی حواسم ببخشید. خب نمیدونم این چیه این بعد بری رنگ تو به اینجا اضافه کنی چیز زیاد میشه امتیازت زیاد میشه. هلیکوپتر این دفعه وقتی رنگ میکنیم امتیازمون بیشتر میشه مگه نه؟ آره ولی نباید موشک بهت بخوره مگه نه چی میشی؟ تو زیاد نیستی من زیادم من 40 من 40 51 همه با قلم روی منه. نکن میکنم آره کم دارم ای بابا سبلایت خب من لستو بیشتر نمیرم بیشیم بینیم بابا من 93 93 تو داری میری جلو من 98 هم لعنتی برم تو بازی بعدی خاک شیرش کنم. تو چرا دوباره از اول زدی؟ خب نمیتونم بیام بیرون. داداش اینو باید بزنی هومی. میذارم اینجا. خب بریم بچه‌ها این بازی بازیمون اینه نینجا پارتی خب با دست میزنی؟ آره دیگه بابا اون انکیش شمشیر داشت. من از این راحت‌تره. خب الان میام آبتین نگران نباش الان میام هلیکوپتر نه من میکشم خودم تنهایی. باشه من میام سراغ ایشون تربیت بکشش من مردم تو باید ادامه بدی داداش. باش داداش تو بازش توپه هلیکوپتر بچه‌ها متاسفانه هزیون میگه تو رو خدا مسئله بازی نه خدا باش این هلیکوپتر خب بریم آخر بعضی بازی چیکن ازش متنفرم خیلی راحته من عاشقشم. چرا؟ تو همونطوری میتونم سریع بردارم و خودم بردارم. برو بابا من برندم نه من برندم از اینجا من برندم وایسا جوجک رو برداشتم بریم جوجه کباب درست کنیم یعنی مرغ کباب شاید هرچی باشه بریم جوج بزنیم من 5ام من 4م حاجی بریم بابا مرغه رو بده مرغه رو گرفتم 6 حاجی 6 داداش بده فقط 1 دانه مانده نه بده هلیکوپتر بابا نخون. خب حاجی این بازی خیلی دوستم. من قرار بریم ادونچر بازی کنیم بچه‌ها. ادونچر پارک علی آپتین باری کرد توش منفی آوردی نه منفی آورد. بچه‌ها این بازی رو نصب کنید و حتما بازی کنید خیلی باله. استینکیمان پارتی ای بابا بچه‌ها استینکیمان پارتی جزو بهترین بازی‌های جهانه.
نه بابا. بعد میتونی ادونچر بازی کنی و یه عالمه پول در بیاری و رنگای مختلف کنی و لباسات رو رنگی کنی و خیلی خفن‌تر از اون. سبزی میدونم من میدونم. این سبزه خیلی بی‌تربیته به قرآن. پول گرفتیم. آره بدیم رنگو بخریم. هم نمیشه هنوز. مثل این دارم بهت میگم نمیشه. خب باشه. میکروفون اومده به غیر فعال کنم. من اینو میذارم این وسط. بابا وایسا این وسط دیگه. این گوشه باید وایسه. خب کدوم بودیم یادم رفت. نه آره همین بودیم یادم رفت. همشون هم میبازیم داداش خچی. نه بابا. نه زردر شوت کنیم. خوش شوت شد. برو اومد. یس برنده شدم بچه‌ها. دفعه بعدی من خاک شیر میگم. من نمیتونی خاک شیر کنی. حالا شربت خاک شیر کنی؟ آره خیلی خوشمزه است. من خوردم. آره منم خوردم. تو دوست نداری دروغ میگی. بیشیم ببین حالا من چطوری کیلو برنده میشم. برو بابا تو اصلا شکست میگی. برو بابا خداف نکن. بابا منم میزنم. نکن. خب به منم زنگ کمک. کمک. یکی به من کمک کنه تورنمنت بچه تورنمنت هم میذاریم داداش بچه تورنمنت هم داریم اینجا بچه ها ما تورنمنت هم توی بازی قرار داشته باشیم توی این بازی قرار تورنمنت خفن داشته باشیم و یه ادونچر اگه لایک کنید البته هلیکوپتر داش های چی رو انتخاب کرد؟ من خب چیکار کنم گفتی همه ای بازی ها رو باید انجام بدیم نمیشه آره خب من نمیتونم سلام هیچ کس برنده نمیشه الان میبینی من برنده میشم تو بی بازی ها داش بیا زربک باید بیافته بابا هیچ کس برنده نمیشه با این وضع زرده برنده شد لعنتی اگه سابسکرایب و لایک کنید ما میریم یه دونه تورنمنت خفن هم میزنیم و یه دونه اگه سابسکرایب کنید ما میریم ادونچر اگه لایک کنید میریم چیز تورنمنت حاجی خیلی وقتی که نشد البته اگه بابام بذاره من میتونم ویدیو رو چیز کنم بذارم یا البته گوشی خودمه ولی بابام میگه نباید ازش استفاده نادرست کنه کمک یکی به من کمک کنه هلیکوپتر آها دارم میرم بابا مردم که لعنتی بابا 0-0 هیچ کسی نمیدونم که تو هرندی نه بابا من که دارم میرم خداحافظ من مردم بابا اینو ولش کن اصلا نخواستی این ببخشید بچه ها این کنسله داداش قرار بریم نه فکر چرا این بومبم یه لحظه سکن چیزی شد داداش خراب شد یه لحظه سکن این بود دیگه داره به سر میره ببخشید چی گفتی؟ هیچی نگفتم داداش بریم بازیمون رو ادامه بدیم هلیکوپتر نه من نمیگیرم بگیرم خیلی شوریا بده من بابا فرار کن بگیر زرده رو کشتم فرار کن رایان اوکیه اسم اونو لو داریم داداش اسم تو لو دادم تلکی متاسفانه بده من بمیرم بده من بمیرم بده بده من بگیرم نه نمیخوام بمیرم بیشور بده من یس بابا نکن دیگه میخواستم بمیرم این همه زحمت کشیدیم فقط $15 لعنتی آره لعنتی اینو بازی کن این دفعه میخوایم هر دو تاشون بازی کنیم نه هر دو تاشون رو بعدا بازی میکنیم اولین ایره فرار کنید بچه این خیلی سخته ولی قسمت بعدیش خیلی سخته میگن ازتون دوزی میکنه همین الانشان دوزی که
یا خب ولی اونا نمیان از تو دزدی کنن که جلد داشت هلیکوپتر بابا من دوست داشتم پیداش شدم الفریار داشت منو بذاری تو فریزر فریار چه؟ فریزر داداش چرا؟ فریزر پول مانی داشت برو کنار تو برو کنار هلیکوپتر من 2 تا دارم تو هم 2 تا داری من دارم میبرد جدا میزنم داداش منو از دست دادم باش هلیکوپتر ببین من موقع رسید سب کن دیگه نرو باشه هلیکوپتر بابا لعنتی سبز آشغال راست میگی خیلی آشغاله لا 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 خب بچه ها میری سراغ این داداش مگه نگفتی 2 تاشو میدیم راست میگی بریم داداش من از همتون پودم میگم ببین از همتون میرم از زردی دوزی میرم از سبز دوزی ببخشی اگر ازت دوزی میکنم برو گام شو من از تو دوزی میکنم داداش حلقه براتش عوض شد جاش عوض شد حلقه رو بیار وسط بچه ها هلیکوپتر نه من میرم از این دوزی کنم برو گام شو من از این دوزی میکنم به من گفتی؟ نه به تو نگفتم به اون زرده گفتم بابا لعنتی بیادب من ازش توپه هلیکوپتر آدم این همه باختن بالاخره شما رو خوشحال میکنیم نگران نباش داداش این بازی خیلی خفنه آبجین اینجا میترکه میدونم بابا من خودم بلدم یارو برو باشه من مردم من از اول کنیم بازیو بپا من مردم تو ادامه بدی داداش انتقام اول دوباره بابا میخوام برنده شو این دفعه جلو بچه ها بدینه داداش ازش تو نیست اینی کوبته بابا من مردم تو میتونی من نمیتونم بابا سبزده عشقا ببین دفعه بعدی تو قسمت بعدی ببین بچه ها بعد میخوایم بریم تورنمنت بعدش میریم ادونچر قرار کلی حل کنیم سکن بچه ها بله اصلا سکن ما الان باید بریم سراغ این بچه ها نه بابا چی؟ درسته دیگه درسته نه اونو رد نکردیم سکن نه درست بود سکن درسته درسته سب کنیم با اینو تموم کردیم دیگه اینه آها من گیج بیلی زدم یخشید هر دوتاشون ببین من یه روش بلدم بیا اینجا چکونم نخور من همینجا وایستادم همین تمام میشه حامد یس برنده شدم حامد کمک من برنده شدم بچه ها داداش سلام بچه ها من برنده شدم بچه ها من برنده میشم من برنده شدم دید بچه ها وقتشه که بریم سراغ این بدیم همو بتوشیم الان میکشم نگاه چی الان میکشم یا تو من میکشی باشم سلام بمیر اشقال بمیر زردر من میکشم من میخوام بکشمش تو کشت بیچ ادویت چرا این اشکال نداره بچه ها این همه تجربه خوبی بود بچه ها خب دست نکن من داشت بعد کردم راست میگه کدوم بودیم و گیت شدم دست نکن بسکتبال باید بریم من میتونم انجامش بدم بگذار اینو انتخاب میکنم بچه یا آسونه قادر چی هستی یه بزنم بابا نفر توپ به من هلیکوپتر نکنه توپو بده به من برنده منم نه منم میشیم بابا تو برنده نمیشی نمیشم حالا ببین تو که الان تو یه دونه گل زدی شما داداش این سبزی داری 5 تا زد 7 تا زد داداش 10 تا زد
بابا لعنتی من تا یه دونه گل هم نزدم. از اول بازی میکنم. نه بابا این سخت. هلیکوپتر بده نمیدم دیگه دار من یه توپ میخوام. برام کار بیارید منو روش بذارید که من خود بفهمیدم الان میمیرم. اینو بدن رو رد میشن. بابا من 100 بار بهت بگم من بسکتبال بلد نیست. بازی راحت نیست ولی خب اگه واقعی باشه راحته. هلیکوپتر من 3 تا زدم. منم 3 تا زدم. ذره رو ببین که زرده چرا؟ سبزه رو ببین. 10-12 تا. داداش این بسکتبالیست فکر کنم. بسکتبالیست بوده حاجی. نامصب. من حالم بده من بازی نمیکنم. ببین مثلا بذار خودشون برنده شانس خودشون. من بازی نمیکنم. خب چه بشه. خب بچه‌ها یه ذره صبر کنیم تا داداش هم بیدار شه. خیلی هم بی‌تربیت همش میخوابه چون که خیلی تنبلی. من بیدار کنم. داداش بلندش کن. هلیکوپتر اینطوری بگیر داداش. اینطوری. بس من باید آبی باشم. بابا چرا اینو از اول من گیج میشم به قرآن. راست میگی من چرا همش میگم بسکتبالیستم. سکن اشتباه نکن داداش همین بود دیگه. آره کله قارچی بریم له کنیم. من الان آبی شدم جای آبتینم. بله من الان قرمزم بچه ها. یعنی بگیر. من قارچ طلایی رو میزنم. صبر من نزن. من نمیزنم. میخوای بزنم گلیده ببخشید خورده چرا من میزنم. آبی فکر کردم توام. منم فکر کردم توام. بابا لعنتی. ببین تو بازی ولی آی سرم داداش دوباره میزدی. بابا زدی کلم دقیقا همون داشت که آسیب دیده بود و داغون کردی. شده اینم بچه این. آی سرم درد گرفت خیلی بیادبی. فقط یه تیر میخوام. بدیم اینو بیدار کنیم. نه بیدارش نکن من هنوز آمادگی ندارم. دست سوخته. نه خودم رو کشتم. بریم بیدارش کنیم. بیدارش نکن. من بیدارش میکنم. بیدارش نکن. چرا میکنم؟ من نمیذارم بیدارش کنی. پدر سوخته. جون پول مانی جون. من مطمئنم پول میگیریم حداقل. آبا حداقل ما بگی. یکی کابا چه من خودت نمیشم. سبزر بزن. من میخوام تو رو بزنم. میخوام تو رو بکشم. تموم شو برید کارش. بهم بابا من تو میکشم. نه من نمیخوام بکشم. میخوام زرده رو بزنم. جون پولتو گرفتم. تموم شد. نه بابا من یک ذره تو خیلی میخوام زرده رو بزنم. نشد تو رو کشتم. دست در نکن. دو خورده 3 بار یک کتک رو داشتی. بزنش نمیتونم کمک میخوام. الان میخوام کمکت. بابا لعنتی منو نکش. سکن من جونم رو پرم. بازی جایی آهنگی بارا گام شو بیمی لعنتی نمیشه. جونم رو پر کردم که نمیرم. باری کلا تو بازو بالاخره بچه ها من برنده شدم. داشتم تو به حال خوبه.
از این متنفرم. ولی خب مجبوریم بازی کنیم. ببین حواست باشه فقط به لیزرها نخوری همین. و به هم دیگه. منو کشتی. و این دفعه داداشمون برنده می شود. فکر کن. داداش اینه؟ آره. ببین فقط هواپیمایی شکل خودتو نزنی ها. بابا نه بعد اصلا خودمون رو بزنیم داداش ما هم توی فقط باید بریم میدونستی؟ کمیسر گلستارم من خداحافظ. نه بابا نه آقا سوسیس داری؟ نه ندارم. ندارم. چرا نداری؟ من سوسیس میخوام. من از همه تون عقب افتادم. بذار من میام بیارم جلو. داداش من این بازی بدم میاد. منم همینطور. بازی معلوم نیست چطوری امتیاز میگی. خب من بگم که 40%. چی 40%؟ چیز دارم امتیاز. بعد چی دارم؟ ببینید من برنده شدم. من مرد. دادا بریم دایناسور. من مردم. مردی گیم اوور. مسخره بازی ها چیه؟ من باید همیشه اول باشم. وای بودو چاقالی میشه جاق نزنید گوشم شریدن شد. من مردم. منم مردم. بعد عذاب بچه ها بذارین از اول بازی کنیم که مایتون نشون بدیم چقدر حیفی هستیم. آره من این بازی خیلی دوست دارم. دینازور نه دایناسور. اون پایینش نمیشه دایناسور. لعنتی من بازی با میکنم. من زده بودم. بابا لعنتی بذار من بازی کنم. وای بودو لعنتی فرار. جو گازشو بگیر تا نمورد. گازشو گرفتم آجی. بودو نه من تو مردیم. هلیکوپتر فهمیدیم که ما تو این بازی خدیم. بچه های تو خونه تو رو خدا ما رو لطف کنید ما رو اذیت نکنید. لعنتی اشتباه کردی. داداش اشتباه نکردم. اشتباه کردی دقیقا. فکر دایناسور تموم شد یادم رفت. ببخشید گفت یه سیلی حقته. خب گیت شدم این همه بازی داره. آب نباتا رو جمع کنید تا پول در بیارید. نه امتیاز جمع کنید. ببخشید گفتم. اوه سبزک چقدر زود گرفتم. من چقدر زود گرفتم خیلی. نه بابا منو ببین. تو که خیلی کمی اون زردک رو ببین چقدر زود گرفت. یا ابالبا بابا لعنتی خیلی بی‌تربیتی. زردک زاده. واقعا به من گفتی؟ زردک زاده که تو نیستی تو آبی. زردک زاده. حاجی 560 تا داشتم. من داشتم 525 تا. لا 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 تو نمی‌تو خاک عالم. بابا این دفعه زردک برنده میشه و ما نشون میدیم تو این بازی هم خطری. ببخشید ما هر موقع میخوایم تو بازی کنیم تو این بازی فیلم بگیریم همش برنده نمیشیم. میفهمید؟ من اعتماد به نفس دارم ولی بمب هلیکوپتر بفرما وقتی سب کن یه لحظه. چیه؟ سب کن کار داشتم ماشین ندارم بعدا انجامش میدم. پیتزا پاری. بابا یه همین مسخره چیه؟ پیتزا پاری. بچه ها الان باید اینجا پیتزا درست کنیم. پیتزا داداش کنم آشپزی کاهو یا گوش میخواد تو کامنت ها بنویسید لطفا. خب بابا این بازیه دیگه بابا مسخره بازی ها چینایان. مال من همش کاهو میخواد با پنیر. پنیر با گوجه باش یه چیزی بذار میکروفون قطع کنم میگم. پنیر میکروفون قطع شد. آره دقیقا میشه نکنی باش همچین میگه انگار تونه ماهی 2 کیلو تونه ماهی خورده. آره خوردم. خب 2 کیلو تونه ماهی که نخوردی. خوردم. آی تو سرت. هلیکوپتر بالاخره مواد اولیه کم شد گوشت بخواد. هلیکوپتر بچه های بعد اینجا این آشپزی برنده من که برنده نمیشم. من بابا من نه بابا تو همه کمتر. نه من 4 تا همه 4 تا میگه ما 3 تا همه 4 تا حالا 5 چسبیده به این غذاه. مال منم چسبیده به غذای کاهویی.
ببین همش اینو میگه بابا لعنت سخاری شدم دوباره بازی میکنیم چون شما میخواید میخوام نشون بدم که خفنم متاسفانه من میکروفون رو قطع میکنم ساکت شو من ویدیو میگیریم مثلا ساکت شو ساکت شو ساکت شو آبتین لب منو کشید لب بود لبت بود دو نبارا دو از کچی آلا من کلاچی این میکروفون قطع منو بده منم کمک کنی در تو رو خدا اوکیه دادم به داداش بگیر گوده برو پیش خودت نگران نباش من خودم حلش میکنم من بعد درست میکنم خب سلام منم میام سراغ تو نه کمک میکنم چون تو خب من کمک میکنم آجی بگیر پنیر میخوای خاک تو سرت کنن آجی ما 3 تا برنده شدیم اشکال نداره خوشگله خب سکن من کار دارم داداش 20-25 لعنتی هنوزم نشدی سکن ببینم نشده داداش دارم بهت میگم تا یه ویل خب بچه ها رسیدیم به پایان پارتامون و خداحافظ تا یه ویدیوی دیگه میبینمتون فعلا